سلام به رفقای در جکسان بیتی. همونجوری که میدونید رونالدو چنل یوتیوب زده و میخواد کل رقباشو بترکونه و با آتیش بکشه. دیتی که رونالدو و جورجی با هم گذاشتن و به زبان فارسی براتون آماده کردم که کیفشو ببرید و حال کنید. قبل از هر چیزی لایک، کامنت، سابسکرایب بترکونید بریم ببینیم چه خبره. تو این دیت سوالایی از رونالدو و جورجی پرسیده میشه که ببینیم کدوم بهتر میشناسن و با جواب درست هر کدوم یک امتیاز سنگ میشن و با جواب اشتباه هر کدومشون زنگ قرمز. آهنگ مورد علاقه جورجی چیه؟ رونالدو میگه آهنگ مورد علاقه زیادی داره. با اطمینان کامل میگه که میدونه، ولی وقتی جواب درست رو میبینه عصبانی میشه. میگه مگه بار آخر با این آهنگ موزیک ویدیو نگرفتی؟ و کریس که عادت به باخت نداره و میگه پس جفتمون باختیم و من هیچ وقت نمیبازم. آهنگ مورد علاقه رونالدو چیه؟ کریس که بازیگوشی رو کنار نمیذاره تا تایم جورجی تموم بشه زنگ قرمز میزنه که اعصاب جورجی رو به هم برسه و در کمال ناباوری با جواب جورجی روبرو میشه که درسته و میگه کریس آهنگ مورد علاقه نداره و هر سری و هر تابستون روی آهنگ قفلی میزنه و جورجی یک امتیاز رو میگیره و رونالدو هم عصبانی میشه که چه امتیازی گرفت. اولین دیتتون کی بود؟ حتی اگه بهترین بازیکن جهان هم باشی تاریخ اولین دیت تو یادت نمونه. و رونالدو هم که یادش نیست الکی از خودش نوشت 5 ژوئن که اشتباه بود و جورجی کامل یادش بود که تابستان 2016 بود و با دیدن جواب رونالدو عصبانی میشه و زنگ قرمز رو میزنه و یک امتیاز دیگر میگیره. جورجی همیشه دوست داره درباره چی حرف بزنه؟ کریس که از خجالت آب میشه و مقاومت میکنه ولی بعدش میگه درباره بچه‌هامون حرف میزنه و جورجی هم تخت همینو نوشته و همه میدونیم که داستان یه چیز دیگه است و هر شب برای رونالدو شب جمعه است. رنگ مورد علاقه کریس چیه؟ که با اطمینان جورجی میگه این خیلی آسونه و وقتی روی تخته مینویسن و میفهمه جورجی نوشته سبز یا قرمز ولی رنگ مورد علاقهش سفیده و کفشاشو میذاره رو میز و میگه ببین رنگ مورد علاقم سفیده و با عصبانیت میگه این اصلا منو نمیشناسه. وقتی میفهمه که داستان اینجوریه امتیازها رو اینجوری میکنه ولی ما کامل حواسمون بهت هست. بازیگری کی بهتره؟ جفتشون که کامل خودشون رو قبول دارن و میگن من بهترم و جنگ و دعواشون شروع میشه. تازه اول داستان اینجاست که هر کدوم میگن من بهترم ولی کریس میگه من بهترم و جورجی زنگ قرمز رو میزنه و عصبانی میشه ولی بعد چند دقیقه کریس میبینه شرایط اینجوریه میگه من بهترم و بعد اینکه میره این داستان رو میبینه اینجوری شده میگه هر کدوم برای همدیگه بهتریم. یعنی رونالدو میگه من خودم برای خودم بهترم و برای جورجی هم خودش بهتره. جورجی برنامه‌ای که برای امشب داریم رو یادته؟ خب رفقا قسمت 1 همینجا تموم میشه ولی ما که میدونیم برنامه کریس برای امشب چیه. اگه دوست دارید قسمت 2 رو براتون به زبان فارسی براتون بذارم تو کامنت ها بگید. لایک، کامنت، سابسکرایب هم بترکونید. خیلی خاک پاتونم. نوکرتونم.